درود به بیننده صفحه فیسبوک. نوروز مبارک شد و من فکر می‌کنم روزای صورت خوب گذرانده شده. در همین روزای استراحت جشن نوروز من یک اقدام گرفتم که از خدمت رسانی رخش تاکسی استفاده ببرم و برای چی بعد از چند لحظه دیگر مو انیق میکنین. با صفحه فیسبوکی ما باشین و ادامه میدیم. Быстро, надежно и удобно. شعار رخش تاکسی. Ассаламу алейкум. Для более удобного заказа такси используйте приложение Рахш Такси. Пожалуйста, желаем вам комфортной поездки. Съемка мумкин? ها؟ سلام دوشنامتون چه؟ окей فرقت. چند سال شد رخش تاکسی کار میکنه؟ رخش تاکسی ده یا 4 ماه شد. بیشتر چه؟ بیشتر راستای تاکسی. بعد یکم بار مثلا راهبرتون گپ نمیزنیم که مثلا همین شعارهایی که درون ماشین تون زدگی است یا اینکه خوش آمدینی که میگن با زبان تاجیکی باشن. یکم بار نمیپرسین ای راهبریت که چرا همین تاجیکی نیست؟ خوش آمدین؟ من هم اگه که خوش آمدین تو تسمچه بی خطری بندین. اهمیت شما دوقا مهم نیست، مهم که میزان چی نشون ما самое главное ما و یا با خوش آمدین. شما خوش آمدید. من خوش آمدید. خب این نرفته که با فکری شما خب زبان روسی زبان دیمی معاشرت ما ولی با فکرتون خوب نیست که زبان تاجیکی که اول خوش آمدید بگید امو دختره که خوشرویی که آوازش میبروید بعد مایل روسی و انگلیسی یک جای کار میکنیم اکه من تلفنم همزمانی که سیمکا میکنم نمیتونم زنگ بزنم از تلفن شما میتونم من اپراتورتون زنگ بزنم همون دخترکایی که در مرکز میشینه پرسم که چی با روسی هست این چیزا شما почему а телефоны آخه از من همزمانی که سیمکا میکنم تلفن کردن نمیتونم برای با هم گپ نرسد شما با گپ نرسد تلفن تو تلفن کس که نه اگه گپ نمیرسد میتونم یه سری اکت بیای من برای همین اقدام یک جای دستگیری کردن که من میخوام که درست که من احترام میگذارم با ملت روس با زبان روس ولی پیشتر از همه مثلا بستر надежно удобно همین نمیشه تاجیکی کنن همین شعارا شعاری خوب است ну это اگه ما بسره نیسپش روسی نیسپش تاجیکی گپ میزنم это اگه من نمیدونم خب من فکر میکنم که حتما این ویدیو را راهبرت رخش تاکسی میبینه ولی برای برادر هیچ مشکل نمیکنه بخشش این اقدام من بود و من خواهش کردم میپرسیم 33 میتونه دادن ما دیسپچر بزنم دیسپچر خودتون داره شما سلام علیکم برادر و علیکم سلام. نام شما چیه بخشش امید جان من دلیر ممالی روزنامه‌نگار میخواستم اکه امید یک چی پرسم از شما با اجازه اول نوروز مبارک باشه برادر و من تقریبا مزاج دائمی رخش تاکسی ام برای چه همین شعارهایی که در داخل نقلیاتون در همین تنه خودرواتون هست زبان روسی کتی است همین میخواستم پرسم وای اکاجون برنامه‌ساز مثال برنامه‌ساز هر یک برنامه‌ای که ما پیشکش میکنیم اونجا مثال رونالدو داکا چی بکنیم مسئولیت کردن سوز کردن میکنیم اکاجون بر زبان روسی هم همینه که ما رو خوش آمدید میگه با زبان روسی است اینه میگه ده با خاطری که ما مقصد شهر دوشنبه داکا روز زبان رو هم بسیار میشیدن اکاجون شما نمیدونین که مثلا قسم زیادی اهالی که در دوشنبه است امروز تاجیک زبان است و اولتر از همه باید تاجیکی باشه بعد روسی شاید واقعا زبان روسی زبان معاشرت میتونه زبان دوم باشد برای ما یا نه بله برای همین اکاجون با همین خاطر زبان روسی کاردگی هم بعضی مزاجایی که روس زبان میشینن و یا مثال ممکن که زبان ما رو ندارن تاجیکا چیکار کنیم ما تاجیکا چیکار کنیم ما فکر میکنم که تاجیکای ما اکثریت تاجیکای ما اکثر زبان شما زبان تاجیکی را احترام میگذارین نه اکاجون ما نمیگیم که اکاجون زبان تاجیکی دیون درجه زبان دیونچی لیکن ما اکاجون اگر شما مثال برادر نام چی بود برادر امید اکا امید شما همین برنامه را به زبان تاجیکی داره نه حاضرش اکاجون ما برای کار شما ده حاضرش نداریم برای کار سلامت باشه خودتون احتیاط کنید نوروز مبارک یک بار دیگه سلامت باشه تاجیکی چرا نیست این شعار بعد ما حیران میشیم اخی حتی اون شعارهایی که از شرکت‌های موبیل میگیرن یا فسکده پادروکوی خیلی شعار فقط به روسی است
خب بیننده عزیز صفحه فیسبوک بعد از نشستن در چندی از خودروهای رخش تاکسی امروز واسه به اقدام روز جهانی تاکسی رانها که دیروز بود من به خلاصه اومدم که چند جستجوهایی کنم در شبکه‌های اینترنتی در سامانه‌های خبری و اجتماعی بعد این ویدیو را ما برای امروز به خلاصه برسونیم به انجامش. خب حالی توجه میکنیم به چند از این صحیفه‌ها که فکر میکنم برای مسئولین رخش تاکسی هم جالب است در این صحیفه‌ها خودشون هم جستجو کنن و پیدا کنن. فکر میکنم از منفعت خالی نیست برای فعالیت من بعدشون. من همچون یک مزاج اینا براشون پیشنهاد میکنم. خب برای مثال قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی در کتابخانه ملی تاجیکستان در صحیفه‌اش هست www.kmt.tg. خب من بسیار میخواستم که به ماده 3 بند 1 این قانون توجه کنیم که زبان دولتی جمهوری تاجیکستان این زبان تاجیکی است و بازم توجه کنیم به ماده 13 که واسه با حرکت‌های امروزه ما ربط دارد. اعلان و رکلام در جمهوری تاجیکستان با زبان دولتی انتشار می شود و در بند دوم همین ماده گفته است که اعلان و رکلام طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان با زبان‌های دیگر نیز انتشار کرده می شود، یعنی اجازه هست. ولی من فکر میکنم که غرور، آبرو و حفظ زبان تاجیکی برای یک شرکتی که در دوشنبه همیشه مسافرها و مهمان‌ها را میکشد توجه کردم به بند یکم ماده 13 برای رهبریت این شرکت فکر میکنم که از منفعت خالی نیست. و در ماده 14 همین قانون من بسیار میخواستم توجه کنم که این زبان اطلاعات و کمونیکاسیون یعنی به همون معلومات دهنده ای که ما در خودروهای شما وقتی که میشنیم برای ما اون دخترکای زیبای شما اطلاع میدن که خوش آمدید برای شرکت رخش تاکسی تسمچه بی خطری را بندید. من نمیدونم با زبان روسی چقدر زیبا میگن اونا. میگه که زبان اطلاعات و کمونیکاسیون در جمهوری تاجیکستان زبان دولتی است. در جمهوری تاجیکستان برای استفاده از زبان دولتی در تکنولوژی های اطلاعاتی کمونیکاسیونی شرایط فراهم آورده می شود. فکر میکنم که این قسمت ها یک بار توجه کردید شما مسئولین رخش تاکسی و بودم اگر دوباره توجه کنید از منفعت خالی نیست. خب در مورد اونه که بسیاری میگن که زبان تاجیکی شاید نفوذ مقام نداره در میان مردم شهرنشین، این جای بحثش نیست. اکثر بچهای شهرنشین و اهالی شهر دو زبانه هستن، این قانون اجازه داده است، برای این جای بحثش نیست. ولی من میخوام یک دلیل دیگه برای شما بیارم که درباره اونه که نفوذ زبان فارسی و زبان تاجیکی در روی دنیا چقدر است. هم تو در اینترنت ما اگر زبان تاجیکی پیدا جستجو کنیم اولتر از همه ویکی‌پدیا برای ما میگه که زبانی که در ایران فارسی و در افغانستان دری نامیده میشود. زبان دولتی کشورهای تاجیکستان، ایران و افغانستان میباشد. در ازبکستان اگرچه تاجیکی زبان اقلیت محسوب میشود ولی در این کشور زیاده از 1.5 میلیون نفر با تاجیکی گفتگو میکنند. این زبان به خانواده زبانهای هندو اروپایی داخل میشود. در مجموع پرسگویان اصیل فارسی تاجیکی دری زیاده از 122 میلیون مردم میباشند. فقط به گویش تاجیکی 48.6 میلیون در سال 2018 نفر گپ میزند. من فکر میکنم که این معلومات به سهم مسئولای رخش تاکسی که شاید گویند که زبان تاجیکی نفوذ ندارد، اولویت ندارد برای شهر دوشنبه، این معلومات برای شما بود. فکر میکنم از این صحیفه استفاده کنید، از منفعت خالی نیست. شاید مسئولین میگن که مسافرای زیادی ما در شهر دوشنبه روس زبان هستند و قسم زیادی اهالی دوشنبه و عموما مردم تاجیک روس زبان هستند و روسی صحبت میکنن. واقعا با همه عرض و احترامی که من به ملت روس و به زبان روس دارم، من هم تو از برای خدا میخوام بگم که شما یک بار در کشور روسیه بودید که در کشورهای اروپا بودید، در کشورهای عربی بودید، من میدونم هزارها بار بودید شاید و دیدید که اولتر از همه اولویت میدادن به زبان خودشون یا نه از روی انصاف. و اگر شما میگید که قسم زیادی مسافرای شما روس زبان هستن، من برای شما چند دلیل دیگر بازم از سامانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی براتون پیشنهاد میکنم که یک بار توجه کنید به این صفحه‌ها. ببینید در شبکه اجتماعی ویکی‌پدیا، شبکه خبری ویکی‌پدیا میگه که هم تا اگر شهر دوشنبه بزنید با خطای سریلیک زبان تاجیکی، اینجا معلومات شما میابید که زبان رسمی زبان تاجیکی است در شهر دوشنبه. و خب این قسمت من میخواستم بگم برای شما که این قسمت توجه کنید که چی میگوید. حاضر اهالی این شماره است، یعنی این سال 2016 که حالی زیادتر از 1 میلیون شد. تاجیکان 90% توجه کنید، ازبک‌ها 60% و روس‌ها 1%. این معلوماتی که در شبکه ویکی‌پدیا. ولی من معلومات دیگری که برای شما از سایت سامانه خبری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه پیشنهاد میکنم. بخشی معلومات می‌دارید و اونجا صحیفه دیگرش پیدا میکنید. این معلومات در مورد اهالی شهر دوشنبه این در سال 2019
наздик ба 1 миллион бо аҳолии муҳоҷир зиёдтар аз 1 миллион аст аҳолие ки ҳаррӯз медарод мебарод ба шаҳри Душанбе. хуб инҷа ҳаст таркиби халқӣ тоҷикон 89.5 яъне наздик ба 90%, узбекҳо 6.7%, русҳо 2.6%, дигар миллатҳо 1.2%. баъд ин ҳама пешниҳоду гузоришҳое ки ман барои шумо нашр кардам ва гуфтам масъулин ва роҳбарони рахш таксӣ, умедворам ки дар хуни шумо ғурури тоҷикӣ нуҳуфта аст ва ҳамун рахши ба ифтихори Рустаму Ҳасани Аробакаше ки мо болотар аз ӯ ёд кардем, чун агар воқеан барои шумо як тиҷорат муҳим мебуд, ман фикр мекунам ҳеҷ вақт номи ширкататонро рахш намегузоштед, зеро рахш ин аспи бо ифтихори Рустам аст, аз Ҳасани Аробакаш аст ки дар таъриху фарҳанги миллати тоҷик хеле саҳми бориз дорад ин асп ва ин ном. хоб дар зимн ман мехостам бигӯм ки ҳар миллат, ҳар қавм, ҳар нажод агар мехоҳӣ нест кардан, ҷои баҳсаш нест ки аввалтар аз ҳама забон, баъд фарҳанг, тамом миллат аз байн мерад. ва ман мегӯм ки Наврӯз муборак бошад. Нест бод короно, зинда бод насли башар, зинда бод тоҷик, фарҳанг, таърих ва урфу одатҳои ӯ. бо шумо будам Далер Эмомалӣ, хастатон кардам, маъзарат. Бори дигар Наврӯз муборак. Падруд, худатон эҳтиёт кунед.